بریم راجع به همستر صحبت کنیم. بچه برای همستر تو قسمت ارن هر روز باید بیایید، هر 24 ساعت. اولا که جزو اینا بشید، بهتون توکن میده. هر روز که بیایید توی دیلی ریوارد هر 24 ساعت میاین اینجا کلیم میکنید، دوباره 24 ساعت بعد میاین تو 10 روز، هر 10 روز به شما 5 میلیون تا توکن میده. در نتیجه نزدیک 20 روز وقت دارین، 10 میلیون توکن شما هم اینجا میتونین به دست بیارید. این یک. تو قسمت ماین اینجا کارت هست، این کارت ها رو همه رو باید باز کنید. میبینید این کارت ها الان برای شما قفل، الان توی اسلاید آخر توضیح میدم. بعد میاین ببینید توی این هم هست، توی این هم هست، توی اسپیشیال، تو نیو کارت هم هست. همه اینا رو باید خریداری کنید. برای این کار ببینید الان من این توکنی که براتون خط کشیدم نوشته قفل دیگه، نوشته KYC لول 5. این بالا میبینید عین همونو نوشته KYC. اینو 5 بار میزنین روش میشه لول 5. این توکن باز میشه. به این صورت تمام توکناتون رو باز میکنید.